آقا ما تک و توک هی پیام میگیریم که تو که آذری زبانی اردبیلی چرا پهلویتی شدی؟ خب این یه چیز منطقیه. من چرا پهلویتی شدم؟ چون دیدم پهلوی ایران رو آباد کرد، یه دهات کوره از قاجار گرفت، یه کشور مدرن و آباد تحویل داد. خب میگن تو پهلوی توی آذربایجان قتل عام راه انداخته فلان. خب چرا راه انداخته؟ دلیلش چی میتونه باشه؟ چرا نمیای دلیلشو بگی که اومدید با اون پیشه‌وری که رفتین از استالین پول گرفتین اومدین مملکت رو جدا بکنین، آذربایجان جنوبی برای خودتون راه بندازین؟ چرا نمیای این چیزا رو بگین؟ بیاین بگین دیگه. بعد تو که میای برای من از تاریخ آذربایجان میای صحبت میکنی، دهنت هم باز میکنی اینجوری میندازی تو جلوت آذربایجان میکنی. چطور الان تو کربلا چه غلطی میکنی تو؟ میتونی به من بگی؟ مگه همون عربا نبودن که بابک خرمدین رو تیکه تیکه کردن، ملکش رو بردن تو بازار برده فروشات کنیز فروختن؟ و تو کربلا چی کار میکنی؟ سر قبر قاتلای بابک خرمدین چی کار میکنی؟ آیه تاریخ دان. پهلوی آذربایجانی کشته دیگه. برای چی کشته؟ برای جدا کردن. به نظر ستارخان بود چیکار میکرد؟ خاک میخوریم خاک نمیفروشیم. یادته که؟ پس چطور دم زدنی هم میگی ما تاریخ داریم، ستارخان، باقیرخان، بابک خرمدین، چطور از اینا مایه میذاری برای تاریخت؟ ولی اونجایی که این از خاکشون دفاع کردن اونو سانسورش میکنی. به نظرت بابک خرمدین بود میخواستی خاکو جدا کنی چیکارت میکرد؟ الان اگه بابک خرمدین بود میدی تو داری میری تو کربلا تا کمر دلا میشی چیکارت میکرد؟ ستارخان موقعی که پیشه‌وری اون کارو کرد تو ایران، آذربایجان جنوبی را انداخت، رفت پول از استالین گرفت، ستارخان چیکار میکرد اگه اون موقع زنده بود؟ پاره پورتون نمیکرد؟ په هی نیا برای من دم از ستارخان و باقرخان و بابک خرمدین بزن. چون وارونه ندید، خودتونم معلومیست با خودتون چندید. تاریخ رو میخونی باید به اون تاریخ احترام بذاری. فعلا برو تو کربلا حالشو ببر تا کمر دلاشو خایمالی عربا رو بکن. بدو از تاریخ بر من صحبت نکن.